اولود خان رنادینن. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 71 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. بریم ببینیم که برای امروز چه کتاب ترکی قدیمی دستنوشته تاریخی به شانسمون در میاد که بخونیم و ببینیم که چی هستش. خب با اجازه من برم پایین تر و این کتاب هایی رو که اخیراً دانلود کردم، بیش از 50 کتاب رو نگاه بکنم ببینم تا کجا خونده بودیم. خب هنوز به اونجا نرسیدیم دوباره. خب ما فکر میکنم که منطقه طیر نوایی رو با چند تا کتاب دیگری از نوایی مرحوم تلاش خوندیم. بعد علم کلام رو هم خوندیم، فکر کنم دیروز یا نه چیز بود، یکی دو روز قبل بود و دیروز هم این کتاب رو خوندیم که یونس امره، دو کتاب در یک کتاب، یکی مثل شعر، یعنی مثل شعر که نه، شعر و دیگری بر نثر، با نثر. جالب هستش که دوستان من برای اولین بار در تاریخ عمرم با کتابی آشنا شدم، با شاعر و عارفی آشنا شدم که به نقد خدا پرداخته بود در اشعارش و کتابش، یعنی این اسماء الحسنا، کتابی که نامش بود اسماء الحسنا، در این کتاب کاری که کرده به خصوص در اشعارش که بسیار معروفه، به زبان ترکی نوشته و خیلی هم قدیمی هستش، به نقد خدا و اعمال خداوند پرداخته در رابطه با انسان. بسیار کتاب دوست داشتنی هست و با زبان ترکیه بسیار شیرینی هم نوشته شده. اما بریم دیلیت بکنیم از لیستمون. فکر میکنم همون هست. بله، پادشاهان حکمتی کرنیلدی. این فکر کنم متفاوته. بذارید من کتاب قبلی رو باز بکنم ببینیم که اون کتاب کلام یونس امره آیا همین هست یا این نیست. نه، خیلی متفاوته. این یک کتاب هست، اونم یک کتاب هست. خب حالا برای امروز دو تا کتاب باز کردیم. این کتاب آخری که الان اینجا هستش اینو میبندیم و میریم سراغ کتاب اولی. خب این سر کلام یک کتاب تقریبا به نظر من، هنوز باز نکردم، نمیدونم، منم برای اولین بار این کتاب رو دارم باز میکنم. دانلود کردم ولی فرصت نکردم که ببینم، واقعا فرصتی نیستش که بیش از اینی که الان اینجا وقت میذارم برای خودم، دیگه وقت دیگری خیلی زیادی برای من نمیمونه. حالا یه نگاهی به ظاهر کتاب بندازیم ببینیم چی هست. میگه که این کتاب 88 صفحه است، یعنی میشه 170 چند صفحه، برای اینکه در هر صفحه PDF ما 2 صفحه رو میبینیم. خب اینجا ما با صفحه اول و دوم روبرو هستیم. کتاب آسیب دیده، متاسفانه پاره شده، رنگش عوض شده. اینجا هم همون رو میبینیم، کتاب هم از شیرازه پاره شده هم از بیرون پاره شده، مثل اینکه یه روغن، یه چیز چربی هم روی کتاب افتاده. کتاب جدول بندی شده. حالا بعداً نگاه بکنیم ببینیم به چه زبانی نوشته شده. فقط الان ظاهر کتاب رو میبینیم. اینجا میبینیم که اشعار هستش، به نظر میاد که اشعار به با میان تیترهایی باز شده از همدیگه و
بله همین شکل ادامه داره و در کادر قرار گرفته که با رنگ قرمز اونها رو کادر بندی کردن. اینجا هم میبینیم. حالا اگه فرصت کردیم چند بند این رو میخونیم که ببینیم چی میگه. این کتاب به نظر میاد که شعره. من حالا همینجوری یواش یواش میرم که ببینم آیا این کتاب ممکنه مثل بعضی از کتابایی که تا الان باهاش آشنا شدیم از چند کتاب دیگر کوچیکتر تشکیل شده. حالا ببینیم آیا این هم یه چنین سبکی داره یا نه. از اول تا آخر به همین سبکی که دیدیم. نسبتاً کتاب خیلی صدمه ندیده. میشه گفت شکر خدا که یکی از آثار تمدن مکتوب ترک ها از دسترس دشمنان و طبیعت در امان مونده و میشه حالا ازش استفاده کرد. ظاهرا داریم به آخر کتاب میرسیم و همون خط و همون سبک داره دوام پیدا میکنه و هیچ تغییری تا اینجا دیده نشده، جز اینکه بعضی جاها یک حاشیه‌ای برای کتاب نوشته شده. اواخر که میرسیم دیگه میبینید که دوباره همون شلخته بازی و کتاب آفت دیده. خب حالا برگردیم اول و کتاب رو ببینیم که چی میتونیم. در کتاب قبلی یادتون باشه میتونستیم بفهمیم که این کتاب از کدوم کتابخونه هست. حالا اینجا یازما سلیمانیه، پس این کتابخانه سلیمانیه هستش با شماره 7200 در اونجا قرار گرفته. حالا اینجا اولش یه چیزهایی نوشتن که ببینیم این چی هستش. خب اگه بشه من این رو نمیتونم متاسفانه اینجا رو بسم الله و قلت الله، این قلته نمیشه که این مناجات. اینجا اینها حالا که دیدم دیگه متوجه شدم قضیه چی هست. سرفصل صفحات و سرفصل هستش. اینجا مثلا یک بسم الله و هرچی هست اون هستش و بعد در صفحه 2 مناجات هستش، صفحه 3 ذکر پادشاه و همینطور میریم تا اینجا صفحه 85 رو گذاشتن و براش نوشتن خاتمه و ترجمه حسب حال. احتمالاً آخرش هم یک چیزی هست. حالا من با اجازهتون اینجا صفحه مجبورم که صفحه سمت راست رو بخونم برای اینکه اینجا که شما میبینید عکس من واقع شده و اینجا در نتیجه من مجبورم اینجا رو بخونم برای اینکه اونجا خوب دیده نمیشه. حالا ببینیم اینجا چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم، سر احادیث کلام قدیم، ورسه نولا بسم الله، ورسه نولا بسم الله ترفز. حالا اینجا یه مقدار به جل افتادیم، ببینیم که چی میتونیم. ترخر مدیه ترفر حالا این احتمالاً این خط رو الان نمیتونم، احتمالاً این تفرمه یا ترخمه باشه، تخمده احتمالا یه چیزی باشه و خونده نمیشه. باید با این خطا عادت بکنیم. ببینیم که چی میگه. سلام علیکم. علیکم سلام، خوش اومدید. ببینیم که این چی نوشته. این خط رو من برای اولین بار این کتاب رو باز میکنم، در نتیجه نمیدونم که میتونم این خط رو بخونم یا ولی امیدوارم که این خط رو به راحتی بخونم. حالا اینجا 2 کلمه رو نتونستم بخونم. بذارید ببینیم. فتنه چرخ فلک، ولوله، اینم ولوله. بسم الله مدید رای جوبفن
حبل المتین کرم ظلمنن. ایرمگه ارباب اولوالعزه. حالا دارم یواش یواش متوجه میشم. نگاه اینجا مثلا اولو لام مثل ف نوشته شده ولی چیز هست، پس اینجا هم جور هستش احتمالا. بسم الله مدید رأی جورفن حبل المتین کرم ظلمنن. ایرمگه اول باب اولول عزه بسم الله bir vasıtedir ümmete. Kütle self ستمن آدایتی خیلی سخت نمیتونم. بسم الله. بذارید برم یک کتاب یه بخش دیگر بخونم برای اینکه اینجا احتمالا با این کلماتش هم آشنا نیستم، در نتیجه نمیدونم که چجوری باید خوند، ولی تلاش باید کرد یعنی تا ببینیم که این چی میگه. کتلت سلف ستمنین آدابنی بسم الله siz açmaz dehen babini. Kütle selef müstemkün adabini müstemeün abadini. Gördüler self müstemeün adabini bismillahsiz açma dehen babini. Her sükhan anla cahangir olur, bismillahsiz sözde ne tesir olur. Nokteye nugud an iledir henüz. Nokteye nugud an iledir henüz. Bismillahsiz sözde yol numaya söz. Bulunmaya söz. Bismillahsiz sözde bulunmaya söz. Anın ile bir sözün olmaz iki. Anın ile bir sözün olmaz iki. Bismillah'dır vasıl eden saliki. Bismillah'dır اعظم اسماء حق. ببینید حق رو چه شکلی نوشت. حالا من یواش یواش باید با این نوع املای کلمات، خب دستی نویسی کتاب قدیمی این مسئله هست دیگه دوستان. باید هر کتابی یک طرز املا داره و شما و من باید با خوندن اون به تدریج عادت بکنیم که این کلمات رو به چه شکلی می نویسه و بعد برگردیم دوباره حالا میتونیم درستش رو بخونیم. بسم الله در اعظم اسماء حق. بسم الله در نور تجلی حق. قلمغه استرسن اگر دفع غم. قلمغه استرسن اگر دفع غم. بسم الله شغل اده جر لاجرم. بسم الله شغل اده جر لاجرم. باغلسه اطرافın olup yassaat. Bismillah zikriyle bulursan necat. Bu این سیئات باشه، من یسعات خوندم غلط خوندم. باغلسه اطرافن الواب سیئات. Bismillah zikriyle bulursan necat. Bismillah gel destesi sidir güya. Bismillah gül destesidir güya. Sarılır tar terahüm ana. Sarılıdır tar terahüm ana. Olun dست باغ خدا. okul دسته باغ خدا. گلشن فرگانه گلب شبکشا. شاید هم باشه شبکشا.
جاونمای جاونمای رخ و نعماه در اول، جاونمای رخ نوماد او در او، پرده گشای دل اشیاد رو، پرده گشای دل اشیاد رو، ذکر درور فیض رسان همه، ذکر درر فیض رسان همه، نعمت محض اوسا نه داد عالمه، نعمت محض اوسا نه داد عالمه. داد اینجا به معنی شیرینی، چشایی. حاصل etmiştir آنی زلجلال باب کمال کرم لایزال، سر سخن ناطقه لم یزل، ناطقه لم یزل، سر سخن ناطقه لم یزل، روح مقال کلمات ازل. حالا این قسمت دوم عرض کردم که چون دیده نمیشه یه مقدار ببرم پایین، ببینیم که بریم حالا یه فصل بعدی برای اینکه این صفحه دیده نمیشه خوب اونجا بریم یک نعمت مناجات سیدنا. خب این کتاب تا الان متوجه شدیم که به زبان ترکی هستش. حالا من تلاش میکنم یه تاریخی براش بنویسم. در این بالا این کتاب رو که حالا دانلود کردن، جزو آدرس کتاب این هستش. این کتاب 176 صفحه هست و در 1011 نوشته شده، یعنی 435 سال پیش این کتاب نوشته شده. خطش هم اینه، معلومه. من تنها ایرادی که میتونم بگیرم در کنار بیسوادی خودم این هستش که همه حروف رو یا رسم حروف رو صداگذاری نکرده. مثلا من اینجا سیعه رو میبینم، اگه دوستان ببینید اینجا سیعه همزه شو گذاشته، اینجا مثلا ه رو بالای این ه ها گذاشته که ه خونده بشه، اینجا اون چالما یا اون ساکن رو گذاشته. این حالا احتمالاً چاک باشه یا سینه جباره دار پاک، خنجر گهلیره ادر چاک. حالا در خیلی جاها ما این ساکن اینجا رو مثل نون میبینیم، اینجا بر اثر اینکه اینجا پاک بود اینجا رو چاک و معنی هم همینطور خوندیم. اما بعضی جاها میبینم که صدا رو گذاشته، مثلا رحمتی اینجا ای رو گذاشته، اینجا ساکن رو گذاشته، اینها دیده میشه. حالا من با اجازهتون برای اینکه خیلی وقت نذارم، البته حق هستش که وقت بذارم، ولی بریم مثلا صفحه 10، یه صفحه از 10 رو بخونیم، این 9 و بریم صفحه 10. این صفحه 10. حالا موضوع چی هست؟ موضوع از اینجا شروع میشه، از اینجا حکایت هست، یک نوع داستانه. این وفا در سگتانون düzürt. Dinle bu ma'ni hakikat gört. düzürt احتمالاً düzmaxdır اینجوری گفته، یا düzürt. این وفا ol سگتانون düzürt. dinle bu ma'ni hakikat körüt. احتمالاً düzelt باشه، کرول باشه. این دیگه فعلا چون با کتاب آشنا نیستم و زبان ترکی منم در حد صفره نمیتونم این رو کاملا متوجه بشم. اما بریم اینجا ببینیم که چی میگه ادامه. جام دلکدکی اینادی götür. جام دلکدکی اینادی götür. باده بی سکر ابوبکری gör.
یخزب القلب، احتمالا اینجوری باشه یخزب القلب اولور اهل ثواب، احتمالا صحاب باشه، یعنی صحابه. یخزب القلب اولور اهل صحاب، جان و دلی واجب اولور اجتداب یا اجزاب، یه چنین چیزی. حالا این هم کامل خونده نمیشه. حب و دادیله، بذارید اگه یه ذره بزرگ بکنیم ببینیم چی میشه. اتجلاب احتمالا باشه. حب و دادیله اولور شهره ذوق جرممش صدق ابوبکر صدق ابوبکر سن. این دن هستش. پس حب و دادی لعلور شهره دن، احتمالا این دن هستش. جرممش صدق ابوبکر سن. دل نجه میل ایلر او قلب آگهه. دل نجه میل ایلر و قلب آجهه نجه ایدی نجه ایدی حبیب الله. اینم حب باید باشه. دل نجه میل ایلر و قلب آگهه نجه ایدی یا نچه ایدی حبی حبیب الله. اول گردن و زمره بساط، احتمالا همون باشه. علم گردون و زمرد بساط، ست خدیجیل ادب احتباط. حالا این بعضی از کلمه ها رو اصلا نمیفهمم، مثلا معنیشون عربی قدیمی هست و من هم البته با عربی آشنا نیستم، در نتیجه بعضی از کلمات رو نمیتونم بفهمم. بساط رو با امهات مثلا میتونم اینجا بنویسم ستی خدیجیل ادب ارتباط. اینجا ارتباط باید بخونیم. سور همایون ادجک کعبده، جای سرور اولدی بو حاتمچده. ساغده اولوب حضرت پیغمبره. ساغده، من حالا این ساغده چی میشه معنیش رو دقیقا نمیدونم. شایدم sağlık veren. Sağdeh olup Hazreti Peygamber'e başladı ol sur sefa gustere, etti zefafi gecesi bi tamam ma melekin bir demi اخدی و کرام. حالا اینجا این ست خدیجه احتمالاً دختر، حالا نمیدونم یادم نیست، دختران پیغمبر، انگار که ابوبکر داره با اونها ازدواج میکنه و اینا، قضیه اون هستش احتمال میدم. یا اینکه ببخشید اینجا اینجوری هم میشه معنی کرد. سور همایون ادجک شعبده، در کعبه سور به معنی شادی، شعف. اینجا در کعبه جای سرور اولدی با حاتم کده، در این حاتم کده جای سرور هستش. ساغده اولوب حضرت پیغمبره. ساغدوش به معنی وقتی ازدواج میکنن ساغدوش و سلدوش هست، اینجا به نظر میاد که این باشه. ساغده اولوب حضرت پیغمبره başladı ol sur صفا گستره ادی زفافی جزسی به تمام. بله مربوط به ساغدوش اون. ساغده طرف سمت راست. ساغده اولوب این احتمالاً ه خونده نمیشه، ساغده بشه. ساغده اولوب حضرت پیغمبره başladı ol sur صفا گستره ادی زفافی جزسی به تمام ما ملکین
بدم اخدی کرام، او خدیو کرام. ما ملکین، اینجا مثل اینکه حرفی پاک شده. بدم اخدی او خدیو کرام. oldu güne xadim olub hasili. Oldu güne xadim olub hasili. Berk bir kul asadu kili saçlı. Berk gul asdu gülü saçlı. Vardını o verdi. Vardını o verdi. Hab o vala guher. Varini verdi. Hab o vala guher. مالش رو داد. قال میجک گوهر ile سیم و زر. وارینی وردی هب او. هب یعنی همیشه. وارینی وردی او هب او والا گوهر. قال میجک گوهر ile سیم و زر. oldu ibad rehne müşkibar. oldu قباد رهینه مشکسار. اینجا قباد مثل شاه. oldu قباد رهینه مشکبار. کاریله bu karilə eylədi ənbərnisar. İzz و şərəflə olacaq sağidi. İzz و şərəflə olacaq sağidi. Oldu nesarə eləmək iş gücü. Şöyle ki مقصد olub اصل نفق. حالا اینجا دوباره این کلمه جوری نوشته شده که باید با مشابهاتش احتمالا نقد. حالا این بالا چی هست؟ شöyle که مقصد احتمالا این şöyle که مفقصد olub اصل نقصد. حالا kalmadı cinsi گوهر تابع صدد. ol gül sürenin olup bülbülü. ol gül sürünün hamın surun. Surinin olup bülbülü. Titradı candan anı sevgili. اینجا حالا تتریدی. اینجا باز دوباره این کلمه خیلی سخته که خوندنش. شاید بذارید ببینیم کوچکتر بکنیم چجوری دیده میشه. تتریدی candan ani sevgili. Rişte cani o şaha bi adil. Oldu günün şem'ine attı fetil. Kılmağa cemiyetini müntezem. Şadlıktır oldu ana یزول کم. مزیل کم. این مزیل نمیشه. یزول کم. بزول مبزول احتمال. مبزول کم. بله مبزول کم. این احتمالا باید اینو بخونیم. شد لقدر oldu. اینم شب قدر به şadlıktır oldu ana mebzul kem. برج بناسنده حجر قالmadı. برج بناسنده حجر قالmadı. درج غناسنده گوهر قالmadı. سیم ile zerden
چو دل اصفیا سرلری قالدی توهی جا به جا. حالا این سره چی هست یا سره چی هست، این غلط خونی هم ادامه داره چون صدا نداره و منم با ترکی و عربی اینقدر آشنا نیستم که این کلمات رو درست بخونم. در نتیجه معنی جمله ها خیلی فرق میکنه. خب این فقط اینجا هم تلاش میکنم که زبان ترکی رو یاد بگیرم و این خطوط رو بخونم و هم این که نشون بدم که آقا ما بی سوادیم دیگه، بی سوادیم. انبر نی اودینی کافور نی، انبر نی اود نی کافور نی، حاصلی صرف eyledi مقدور نی. Oldu xəridarı anın mal الله تا qalacaq kəndisi bir şahlah. خب بریم یه صفحه دیگری رو از این کتاب ورق بزنیم. بریم صفحه 20. نوح gibi فلک سایله. بذاریم ببینیم شعر اولش از کجا شروع میشه. خیلی بالا از اینجا شروع میشه، صفحه میره صفحه بعد و میاد تا اینجا. این داستان از اینجا شروع میشه. ما داریم از وسط داستان میخونیم، نمیدونیم که چی به چیه. نوح که می فلک سایله، کعبیه از میلد دریایله. تیر و کمان gibi açıp بادبان، طی مکان ایلر ایکن ناگهان. کشتی عمانیده او کن تندباد، او gün میتونه بخونیم. کشتی عمانیده او gün تندباد، gece yerden çalmadı hadden ziyad. kimce هم میتونه باشه. kimce yerden çalmadı hadden ziyad. Leyli Zülmaye'de o مرد نیک، غفلت ile eyledi قصد و قصد این چی هستش؟ قصد نمیدونم، این باید دید که این حرف رو چه شکلی می نویسه. احتمالا وضو باشه، چی باشه؟ وضو میتونه باشه. لیلی ظلماده اومرد نیکو، غفلت لعیلده قصد وضو. تمام، حالا شد. این نیکو باشه، اینم وضو میشه، درسته. لیلی ظلماده اومرد نیکو، غفلت لعیلده قصد وضو. آنی سبکباری bulup روزگار. Ani sabıkbar bulup ruzgar، götürüp attı ne tekim berk و بار. Ani sabıkbar bulup ruzgar götürüp attı ne tekim birin berk و باد. ne tekim berk و باد. خوف و خطردن o لطیف الجسد، bülmüyüb Allah'den emr tutuk sened. Emr tutuk sened. Ayine kalbin edip münceli. Sidq ile Allah'ı dedi ol veli. Sidq ile Allah'a dedi o veli. 1 2 3 def'e peyapey ana. Lütf ile lebbeyk dedi kibriya. حالا این حضرت نوح یه وضوعی کرد و به خداوند 2-3 بار استغاثه کرد، یه چیزی گفت. حالا چی گفت نمیدونیم. آینه قلبی ندید منجلی، قلبش رو صفا کرد. صدق الله دیدی اولی، به خدا گفت که 1 2 3 دفعه پیاپی آنا لطف لبیک دیدی کبریا. حالا خداوند به خواست اون لبیک گفت. Sakin keşti anı guş ettiler. Sakin keşti ani kuş ettiler. Her biri derya gibi cuş ettiler. Gördüler erbab sefer fil mesel
bir ید بیضا که bir heybetli el zahir olup eyledi elqanı ta vəsəd kəşdiyə Rəbb غنی aşıq sadiqlərin eylər mudam gül gibi mumtaz خط خود gül gibi mumtaz خواص و عوام. حالا اینجا من متوجه میشم که اینجا خوه و اینجوری نوشته میشه خواص. خیلی جالب نوشته، یعنی این واو هم یه جوری مثل ف نوشته میشه بدون نقطه. خواص و عوام. بنده düşer buyuta ziyankar olan. Bende düşer yönde ziyankar olan, kudretliler elinde kem azad olan, kudretliler elbette kem azad olan, elbette kem azad olan, canib haktan kişiye iptida böyle etaler olacak mucmela. Alem uqbada tulur fikreden. Alem uqbada tulur fikreden, cennet ulyada tulur fikreden. این دلماغ میتونه باشه به معنی پر شدن. عالم عقبا تلور پر میشه، عالم عقبا در عالم عقبا فکردن کسی که فکر میکنه، جنت اولیاده تلور فکردن کسی که فکر میکنه در جنت اولیا جا میگیره. لایق دیدار حق اولمز می اول، لایق دیدار حق اولمز می اول، قرب الهیه bulmez mi yol? Lütfünün envain edip aşkar, böyle eder mümini perverdigar. Gullerine ahir olunca nefes, böyle olur hasili feryad res. Nimet uzma ile ol çare saz, mümini dünyadan eder bi niyaz. Senme ki aşıklerini ac eder. غیرت حق غیرمی محتاج در، غیرت حق غیرمی محتاج در. Müminin elbette olur ruzi eyn, olur ruzi eyn kadre erir olmuş iken naumid. اینجا اید. Müminin elbette olur ruzi اید kadre erir olmuş iken naumید. حالا این شعر ادامه داره. بریم صفحه این 176 صفحه، حالا من 20 تا برم بالا، صفحه 40 رو برم ببینم که صفحه 40 چی گفته. خب صفحه 40 کاملا آسیب دیده، هم صفحه 40 و هم صفحه 41 کاملا آسیب دیده، نمیتونیم بخونیم. بریم صفحه 41. آیا صفحه قبلی هم آسیب دیده؟ بله، صفحه قبلی هم یه مقدار آسیب دیده، صفحه 38 و 39 هم آسیب دیده. خب اینجا شعر از اینجا شروع میشه. حکایت چی هست اینجا؟ بیت، حکایت، اصلا یه حکایت، یه داستانی از اینجا شروع میشه، ادامه داره این چند تا صفحه تا اینجا. ولی من خب از وسط اینجا شروع بکنم ببینم ما در اینجا چطور میتونیم با شعر ترکی پیش بریم. کتاب به هر حال برای من خیلی تازگی داره. یک، دومی که خطش خیلی متفاوت از خطای قبلی هستش، ولی حالا بعضی جاها چی میگن نمیتونم بخونم و بعضی جاها عربیه نمیتونم بفهمم چی هست، ولی به نظر میاد که میتونم حداقل 80 تا 90% کتاب رو تا
تا اینجا که خوندیم این چند یک دو صفحه میتونم بخونم. ناز و نعیمی لمبارک تنون. حالا اینجا نون آخری که نون قنه هست میبینیم که مثل کاف نوشته شده، روش 3 تا نقطه گذاشته با یه همزه. اگر این رو بتونیم ادامه بدیم، ناز و نعیمی لمبارک تنون. حالا اینجا فرق بین این که و این که رو اینجا متوجه میشیم. اینجا که همزه رو داره، اینجا که علاوه بر همزه 3 تا نقطه بالا داره. ناز و نعیمی لمبارک تنون، نشو نما بلمشکن بن سنون. صبر ادمم گرمگه بو گلتون، کسرت ضعفون عدم قدرتون. واو، اینجا با فلسفه داره میاد دوستان. حالا اومد تو احتمالا وارد بحث فلسفی شده. از یه جایی به بعد ملک جهانیده، ملک جهانده ملک انبیا، ملک انبیا اولمش جن والد و ماجد سنا. حالا اینجا داره وارد فلسفه میشه. ناز و نعیمی لمبارک تنون، نشو و نما بلمشکن بنسنون. من مال تو هستم. از عشق و حالا عرفان، مرحله عرفانی میگه صبر ادمم گرمه بو قلتون، قلت اندکی، کمی. صبر ادمم گرمه بو قلتین، این کمی و کاستی رو برای دیدن این کمی و کاستی نمیتونم صبر بکنم. کسرت ضعفون عدم قدرتون. کسرت ضعفون، کسرت زیادی ضعف توست، عدم قدرت توست. کسرت ضعفون عدم قدرتون. اول ید پاکیزلری، پاکیزلری سیمتن. اول ید پاکیزلری سیمتن، سر دولور القصه خمیر اتمدن. صنف اصیله گل گه اولور بو فتا گتا. صنف اصیله که اولور بو گتا یکتی olabilir. این یکتی. صنف اصیله، صنف حالا اینجا تلاش میکنم این کلمه رو درست بخونم. صنف ایله امیله اولور یکتی. این واو قرار شد بشه یا ف قرار بشه که کوه سنفامیله، نه سنفامیله نمیشه، سنفاسیله. صنف اصیله، صنف اصیله که هلور یکتی، کیم اده مخدومه ایکن خدمتی. یوگتی، حالا این یوگتی احتمالاً طاقت از کلمه، نه اونم نیست. حالا بوگاتی، این گات. صنف اصیله که اولور بوگتی، کیم اده مخدومه ایکن خدمتی. وقتی کسی خودش خادم داره، مخدومه داره، ببخشید مخدوم هست، که کسی خدمت بکنه به اون. بانه بیر استاد اولوبن پیشوا. حالا اینجا وا اینو دیدیم. بانه بیر استاد اولوبن پیشوا، تفلیکن اول اکر یتmişti کیمیا. تفلیکن اکر تmişti کیمیا. تمیشیدی. بانه بر استاد اولوبن پیشوا، تفلیکن okurtmuşti kimya. Tifliken okurtmuşti kimya. Var bu tasarrufta رسوخم benim.
Var bu tasarrufta rusukhum benim, sanat eksire ve gufum benim. Aslini ol cevherin ey nakd din, göstere ben sana aynul yakin. Aslini ol cevherin ey nakd din, göstereyen ben sana aynul yakin. بعده تعلم ادب اول جوهری. اینجا دو تا ه داریم میبینیم، اینا ه نیست، احتمالاً مثل ساکنه، یعنی اینجا باید بعد تعلم ادب اول جوهری، هشتدک اول عجز و تعبدن بری. خدمتün üstün sınayıp sığayır, şaydem sığmayır ya ne sığayır. Hidmetin üstün sığayır saidi, gulleri idin cariler al did. Hidmeti üstün sığayır saidi, golleri idin cariler al didi, gullar idin cairler al didi. Cariler, ببخشید حالا این دیگه متفاوت. گلر idin cariler al dedi. بنت ملک سن ملک افعال سن. بنت ملک سن ملک افعال سن. ملک ممالک طلوسی مال سن. طلب حالا اینجا لو باید اینو طلوسی مال سن باید اینجوری بخونیم، برای اینکه اینجا خیلی همه جا این رو واو خوندیم. طلو سببی مال سن، حالا اینم سببی میتونیم بخونیم. ملک ممالک طلب سببی مال سن. دفع edecek gıllet nefsideyi def edecek gıllet nefsideyi hayr ile zikr et bu sitem dideyi lütf ile hatun kıyamet ana دیدی که ای مشفقه غم. این جها چی هست؟ غم و جها احتمالاً ایلدی چون سانه بنی سخن. ایلدی چون سانه بنی سخن جسممی منبع ازداد eden cismimi mənbəy əzdad edən, çünki aramızda bu rəsmə oldu tərh, çünki aramızda bu rəsmə oldu tərh, ol dediğün şeyh ilə olur eylə şərh. Şeyxincə ol dediğün şeyxince olur ile şerh. Kalbi olup vesveseden ariye döndü etti yine ol cariye. Cinsi maadinden cinsi maadinden alıp cevherin cinsi maadinden alıp cevherin birbirine hilt ile ede zerberin. بعد آنها
آتش دب 50 gün nefh eder öz محو nefh feth eder öz محو olacak بیخ و bun zahir olur sonra به امر خدا gün gibi anda گوهر کیمیا saça o گوهرden alıp Adem'i hükmede bin dirheme ya bir dirhemi hükmede 1000 dirheme bir dirhemi hatmi kelam edeceksin ol namrad güldi o bandi saadet nejad o banوی saadet nejad banu dedi o fen olacak müştail o fen olacak dedi o fen olacak müştail böyle fi rahmeti çekilir eyle fi zahmet çekilir متقبل مشتغل متقبل احتمالا اینجوری باید باشه. خب بریم صفحه 60 ببینیم که میتونیم از 60 یه چیزی بخونیم. حالا این خیلی در این کتاب با مشکل خوندن کتاب مواجه شدیم. بریم صفحه 60. 102 bildirece ben ol mudbiri هم میتونه باشه. 102 bildirene bin ol mudbiri به سلامون asla demedim var yürü. به سلام besledim. 102 yıldır ihtimalen 102 yıldır ki ben ol mudbiri besledim asla demedim var yeri var yürü. حالا دارم یواش یواش با کتاب احتمالاً معانی رو میتونم درک بکنم. غیرت taparsan diyor imdi etmedim. Gayret yaparsan diyor redd etmedim. Nimetim nimetim abvabini sad etmedim. Etti bu ma'niyi به امر خدا حکم قدر کبی قضا اقتضا etti bu ma'niyi به امر خدا حکم قدر کبی قضا اقتضا bir gececek rizgi ol ateş zenin bir gececek rizgi ol ateş zenin mətbəxinə oldu havalə sənin. Quri yağıb xatirvin ansinə, ünsünə ehtimalən. Quri xoşq, yağıb yaxmaq. Quri yağıb xatirvin önsinə, yüzünə urdən yüzünün garesin. حالا اینجا این سن هستش. پس گوری یگوب خاطر ویرانه سن گوری یگوب خاطر ویرانه سن yüzüne urdun ya yüzünün garesen yüzüne این vurdun هستش احتمالاً اردون olubdu. Yüzüne urdun
yüzünün garesin. Qəhriliyə məbədünü tərk etər dedin. Qəhr ilə məbədünü tərk et dedin. Yem kimi yemə yağıl get dedin. Yıqıl get dedin. Qəhr-eləyə məbədünü tərk et dedin. Yem kimi yemə yıqıl get dedin. İndi rizam istəyəsən ey xəlil. İndi rizam istəyəsən ey xəlil. Dur əqəb ol şeyxə yetiş ol zəlil ya dəlil. Dur əqəb ol şəxsə yetiş ol dəlil. Üzr edərək yan ki al lütflə. Üzr edərək yan ki al lütflə. Xanə ki gəl sinə, gəl yenə anlə bilə. Üzr edərək yan ki al lütflə. Xanə gələ, xanə gəl, خانه گل احتمالا باشه. یه آنله بیله. خانگه گل یه آنله بیله. بازم با اون به خانه برگرد. پس اینجوری میشه üzr ederek yan ki al lütfüyle hanege gel yine anle bile. Xatır viranəni mə'mur qıl. Xatır viranəni mə'mur qıl. Qəlb pərişanəni məsrur qıl. Hökmü əda eyləyəcək Cəbrail və tuturdu verdir əzəmətdən xəlil. Götürdü verdir əzəmətdən xəlil. Götürdü durdur عظمت‌دان خلیل. این دوتا دور هستش. durmak احتمالا. Dedi ki ey padişahi cümlenin lütf feraغ anه هدیو senin هدیق senin. این احتمالا هدایق senin. اینجا این حالتی که اینجا داده فکر کنم الف باشه. لطف فراوانın هدایق senin. Dövlət anın kim ola qapında qul. Dövlət anın kim ola qapında qul. Eyləsən qulluğa ani qəbul. Dövlət anın kim ola qapında qul. Eyləsən qulluğa ani qəbul. Böyle deyib atdı o zill ale ağlır ti ah ederek azm raha. Ağlayarak ah ederek azm rah. Böyle deyip etti o zill ale ağlayarak ah ederek azm rah. Yetişip ardınca çubadı seher öptü görüyen edip laleper labe. Yetişip ardınca çubadı seher öptü yerin yürüyen görüyen edip labeler. Görüben hala öptü yürüyen görüben yürüyen ne öptü yürüyen görüben edip labeler. Getdi nasr alar tezerrüler. Getdi tezerrüler edip ramine döndü o gümrah ile
مینه یا خرگاهینه، خرگاه خانه، جایی که خر رو ببندن، خرگاهینه. اول ایشه ایران اولوب آتش پرست، رند قده نوش جبی اولد مست. حضرت ابراهیم ادی سؤال، دیدی که ای خاص در زلجلال، ای خاص در زلجلال. رد امرت میشکن، رد امرت میشکن رحلته، noldu sebep şimdi kabuliyete. Söyledi bir cümle serencamini, Hazreti Hakk'ın ana peygamini, hem kalbinden o melek geldüken navak tenbihi, yürek doldüken dedi maatib mi olur evvela, خاطر بیگانه üçün آشنا. حالا این داستان سر درازی داره. بریم صفحه 80 ببینیم که 80 چه خبره. اینجا از اول حکایت روبرو میشیم، ببینیم چی هست. بانی صدا و وزیر مشیر. بانی صده و وزیر مشیر یعنی ارسطوی سکندر ضمیر. ارسطو وزیر اسکندر هستش. حالا میگه که بانی صد و وزیر مشیر یعنی ارسطوی سکندر ضمیر. ارسطویی که در درون مثل اسکندره. مسئله سری علوب سرزده، yazdı müressع kötübe hükmüde. Ahl-i suluk içre felek دستگاه یعنی که منصور مظفر سپاه. وجد حالته بلوب لذتی، içmiş idi cam می وحدتی. کندوی ضبط edemedi عاقبت. کندویی خودشو، کندویی ضبط ایدمدی عاقبت. راز دلی آستی گلستان صفت، واصل محبوب ایدی اول نامدار. چرخیده آن ایدی زادزار. kendisi müstagrek و مدهوش idi. اکثر بیهوش idi خاموش idi. اکثری بیهوش idi خاموش idi. Ağzını açmazdı tarab herkese. Turup herkese. Ağzını açmazdı turup herkese. Daim anal hak diyer idi söylese. Gökte melek denler idi. Gökte meleklerden idi hutbesen. Kendi dahi bilmez idi mertebesen. Kaide ehli tasavvuf bilur, bazı velinin revişi böyledir. Mahasel olmuştu o meczub hal, aşık divane روی جلال یا خلال. جلال باید باشه. bir gece hatta Sülehaden biri bir gece hatta Sülehaden biri dedi ki ey fen fena mahiri. Şimdi kimindir şeref ihtisas? Şimdi kimindir şeref ihtisas? Kimdir odur o dergahide havasül havas? Dedi sırsal iricek bir kemal. Dedi sırsal iricek bir kemal, gehr ile Bağdadi'de bir var olan. Dedi سرسال ایرجک سرسال نمیدونم سرسال چی هست. سرسال ایرجک بی کمال گهر لبغلادده bir var olan.
Sonra Yakup hak ile hakeslerin Dicle'ye döktüleridir anlerin. Dicle'ye dökleridir anlerin. Sonra Yakup hak ile hakeslerin Dicle'ye döktükleridir anlerin. Hükmet hakkıyla o yılda meğer mah-ı Muharrem olacak cilveger. Oldu o iş kendiye vakı anun vazih olup mebhesi ol vak'anın. Eyledi cellad sipir ta şeyhi siyasetlerine müptela. Üştüler üstüne sıgar u kibar dare çekip eylediler sengisar. Dediler etrafını alıp merduzen taş koparan böyle olur şer'iden. Piri idi Hazreti Şibli anın. Haline ağlardı uşaklar. Uşur afkanın. O şur afkanın. خب پیری idi Hazreti Şibli anın haline ağlardı o şur افکنون. حالا این داستان ادامه داره دیگه داستان رو نمیخونیم. بریم صفحه 100 ببینیم که چی هستش. دیگه 100 نداره. بریم آخر داستان. این صفحه آخر خیلی ایراد داره. کاش میتونستیم یه اسمی تاریخی ازش در بیاریم، خونده نمیشه متاسفانه. بذارید ببینیم، حالا تلاش بکنیم دیگه. سرسه مصنف قلمین مصحفه مظهر olur yeniye قد استهدفه. لیکه بزم اکثر اوقات ده نظم تخیل ده مقالات ده ملتمس علم edip ölkem میشه ملتمس ölkem یعنی من بشم ölkem edip اندام علم بعض آدمler görecek ناتمام. این تمام هستش. آندان تمام ملتمس ölkem edip آندام تمام بعض آدم görecek ناتمام. عدل noksanımız erbab dil af ile tasih edeler müttesil. Feth olacak صفحه شعر و سخن آنده bu inşa yazıp نظم eden. غره شعبان olacak قد şemna. etti bin olan bir de ana ابتدا. حالا داره تاریخ رو میگه اگه بتونم در بیارم. فتح olacak صفحه شعر و سخن آنده با انشا یازوب نظمدن غره شعبان اسم جایه olacak خد شمنا etti bin la on bir de 1111 اینجا آورده. غره شعبان etti bin la bin on bir de آنا ابتدا. این کتاب رو در 1111 شروع کرد به نوشتن. etti bin on bir de آنا ابتدا چون سنه هجرت خیرالبشر oldu bin on bir iken isna aşar
میگه وقتی که از حضرت رسول 1100 اولده 1011 بود، خب شد اثنا عشر 12 شد، یعنی 1 سال طول کشید این کتاب رو بنویسه. سال hesabını ildi yene sal hesabını iletti yine ماه ربیعین 12 سنه. حالا کتاب رو در چه تاریخی تموم کرد؟ تاریخش رو گفت شعبان شروع کرد 1011 و سال حسابını iletti yine حساب سال رو اینجوری شد ماه ربیعین، ماه ربیع 12 سنه، سال 1012. چون 1000 رو بالا گفته بود، البته اینجا ماه ربیعین، این ماه ربیع 12 سنه، سنه 1000 رو بالا گفته بود، اینجا دیگه نمیگه، شعر میرسونه که قبلی چی بود. چون شب مولود جناب حبیب، اون شب هم شبی بوده که مولود حضرت رسول بوده. ایردی علیه سارات المجیب خجلتی ایله قدمی دال ایلدم. حالا در قدیم این صفات رو به کار می‌بردن. وقتی یکی قد مستقیم داشت، یعنی پیر نبود، جوان بود، بهش میگفتن مثل الفه. وقتی پیر میشد، قدش خم میشد، میگفتن داله. حالا اینو میگه خجلت ایله قدمی دال ایلدم، با خجالت قدم دال شد، خم شد، پیر شدم. ترجمه ختم کلام ایلدم، این احتمالا یک کتاب از ترجمه هست. حالا ما کتاب رو نخوندیم، اگه کامل میخوندیم شاید میتونستیم. حالا احتمالا یه جایی اسمش هم گفته باشه. من برمیگردم حالا بالا ببینیم اینجا چی هست. Toğdusi kendilerde eydir tamam. Toğdusi kendileri de edir tamam. Buleri ve Salim şeref ikhtitam. Ya men وصل کتابی و چیچی یدکم فقایت مطلوبی الدعاء منکم. حالا فقایت مطلوبی الدعاء منکم، کسایی که کتابم به دستتون میرسه فقایت میکنم، تحقیق میکنم، خواست میکنم ازتون دعا. فلا تجلو. حالا من اینجاها رو خیلی دیگه نمیتونم ببینم که بخونم. این جای کتاب هم یه چیزی نوشته شده که شاید بشه، خیلی از بین رفته ولی شاید بشه خوند. Gül akuvin beşur hükmü beşur ki beyan eder. Muradim gül taze bal ile خمیر edip. این یه دارو هستش، اینو بذاریم کنار. احتمالا من میخوام اینجا ببینم میتونم ازش یک اسمی در بیارم که اسم نویسنده چی هست. امیدوارم بتونم این صفحه رو در چند دقیقه بخونم. ایلده نقد دلی منعدم. ایلدی نفع دلی منعدم. طی دلم ادلم دفتری söz bunda کم. تموم داره میکنه. طرح اولالی گیندا ایلان عشق. کبن لایلان. طرح اولالی که بندالای ایلایوان عشق. بند ایوان عشق. بند طرح اولالی که بند ایوان عشق اولدی که گل تفلی یا بستان عشق. باغ جلال içre آچوب پر و بال
جلوگر اولدوکجه طرز و جمال. شاهد لطفی لسه دفع نقاب، بانه اولور پرده جرمم حجاب. ای کرم و رحمت چوق پادشاه، ای ضعفای سند و تکیگاه. ای ادم دهشته، ای دم دهشته اولوب çare saz. Ey dəm vəhşətdə olub dəhşət, ey dəm dəhşətdə olub çare saz. Ahd vəfa əmrin edən biniyaz. Varmaq diyor yüzü yok. Varmağa yüzü yoktur ihsanına. Varmağa yüz yok در احسانına. اینجا در حرکی گذاشته برای همین. varmağa yüz yok در احسانına. تایه نور ز لطف فراوانına. تایه نوروز، تایه نوروز لطف فراوانه. قافله عمر جدار اتمده، جدر اتمده همان یا کدار اتمده. قافله عمر گذار اتمده. لشکر قوت çekilip gitmede. Elde amel yok ayağım aldı mut. Əldə əməl yox ayağım aldı mevt. Eylədim ovqatı xuda ilə fot. Bilmədi kəsdi əməl توقی غل. حالا اینجا یه مقدار دیگه خونده نمیشه، ببخشید. کستی عمل تقدی غل. Qaldı zəlalətdə müşəvvəş könül. Burada qol olacaqdı, bu da könül. Nəqd seyr süluk əhlinə baş əkmədi. Nəqd seyr süluk əhlinə baş əkmədi. Güldügü yanlıdır. Güldügü yanlıdır, qənə dəgmədi. Qaflət ilə vəsvəsə nəfs zal. Verdi bədən məmləkətinə ixtilal. Çöktü zəif oldu vücudu ey deriq. Vücudu ey deriq. Çöktü zəif oldu vücud ey deriq. Üstümə cəllad fələk oldu tiyğ. Salik olanlar çıkararlar yəqin. Ey neçə yüz çillə neçə ərbəin. Ey neçə yüz çillə neçə ərbəin. Bəndə umid eyləri bən ey zulmənən. Bəndə umid eylər bən ey zulmənən. اینجا واصل هم نوشته واصل داخل علم حاصله bu çilleden. Eyliyeler anı Xuda و رسول. Eyliyeler anı Xuda و رسول. آل علی yüzü suyine قبول. اولب و محبوب ملائک صغار. احتمالا تغار. این چی هست کامل.
اوله بو محبوب ملائک خاص سراپرده پروردگار سعار اولاجاخته یا تعار. اوله بو محبوب ملائک تعار خاص سراپرده پروردگار کیم سنه دخلت میه سیماسنه سنگ حسود ایر میه بل بالاسنه سنگ حسود ایر میه بالاسنه محلکدن حافظی منفک جلا تادن دولت ده مبارک اولا. این میتونه ناوک باشه، تاوک، تادک دولتدن، تادک دولتدن مبارک اولا. هچه ساتنلر فلک فانئی هچه ساتنلر فلک فانئی یاد ادلر خیری لخاگانینی. اسمش خاگانیه. هچه ستانlar فلک فانئی یاد دلر خیری خاگانیی gerçe bu bir gaidedir ey gönül yani olup her sözü مقبول. خب دیگه اسمش خاگانیه، پس نویسنده کتاب خاگانی هست. سرسه مصنف قلمون مصحفه مظهر اولور یه قد استهدفه لیکه بزم اکثر اوقات ده نظم متخیل ده مقالات ده. دیگه از اینجا به پایین رو خونده بودیم. خب اسمش هم پس در آوردیم. کتاب رو در 111 شروع کرده، در شعبان در 112 تمام کرده. اسمش هم خاگانیه. اسم کتاب رو متاسفانه نتونستیم به دست بیاریم که اسم کتاب چی هست. خب اسمشو گذاشتن سر کلام دیگه. حالا اگر بریم اول کتاب شاید اینجا تو اون جلد یه چیزی باشه در مورد اینجا. ببینیم این صفحه اینجا چیزی هست؟ نه نیست. اینجا ببینیم چیزی هست. این سلیمانیه کتابخانه‌ای، این دوباره از اونجا دانلود شده احتمالاً. اینجا اسمی از کتاب نیست، اما ببینیم که اینجا نه خیر، اینجا هم که خوندیم چیزی ندیدیم. احتمال میدم چون ما این دو صفحه رو نخوندیم، این صفحه رو نخوندیم، احتمالاً تو اینجاها یه جایی در مورد اسم کتاب هم حرف زده باشه. الان ساعت 1 ساعت و 23 دقیقه هست. نمیدونم، خیلی هوس میکنم که برم و این صفحه رو بخونم، ببینم اسم کتاب رو میشه از اینجا در آورد. احتمالاً باید 1-2 صفحه از اینجا خونده بشه تا شاید بشه فهمید. ایده دندانه سینی آنون، اره دندانه سینی، دندانه سینی آنون، کسته نهال بدنون düşmanın saldı o şemşir مرصع غلاف اهل خلاف اده اهل خلاف اده سنه اختلاف buldu o جوهرle olup پرصفا آینه ملکت دین انجلا. امجلا هم میتونه باشه ولی آنجلا هستش. انجلا عربیه. اسم جلال اچر جمال ازل ظاهر و باهر görünür فی المثل. شمعه پرلمعه انوار دور مشعله سالک دینوار دور حمد آنا کیم خلق اولالی ممکنات غرقه انعام درر شش جهات. ملک ملک birle سماک و سمک ملک ملک birle سماک و سمک
غایت سرمنزل ادراکدن دک خلقت اشیا گرولی چارسو ذره یگد ذره به ذره نگه وار مو به مو جملسی محتاج در کین بنده و آزاده و شاه و گدا جملسی محتاج در کیا بنده و آزاده و شاه و گدا قبضه حکمنده در رهزن رهزن ماد مان قبضه حکمنده در هرمزمان کوی زمین و کره آسمان رفعت شاه عظمت محضری هیئت انسان و پریدن بری جان بترردی گره یردن نباد جان بترردی گره یردن نباد درجه ایتا تمنع التفات تمند التفات زرجه ببخشید جان بترردی گره یردن نباد زرجه اتسا تمنع التفات حالا درست شد حکمتی در منع صنع الهیدن حکمتی در صنع الهیدن جاله گوهر حجری لعل ادن جاله گوهر حجری لعل ادن قطره نیسانی salır saf به صف آن ile پردر پردر olur her sedef قطره نیسانی salır saf به صف آن ile پردر olur her sedef کاسه حرمی eder انعامی پر کاسه حرمی eder انعامی پر بذل نعم شأنine مخصوص در atmasa feth olmaz idi elemez idi kudreti atmasa feth elemez idi kudreti mesele müşkile hikmeti خسته معیوسه olur سال و ماه باب شفاخانسی امیدگاه یعنی دریغ مز ارینج اجل شربت لطفین و حکیم ازل مستی نیست minneti در از داده ورن انتزاج این صنعتی هم میتونه بشه صنعتی در از داده ورن انتزاج وحدتی اثباتine yok ihtiyaç لوح و قلم آندن olur بهریاب از huzurinde dar از huzurinde düdür ümmül kitab sem و بصر لمس ile شم بشر لمس و سم و بشر لمس ile شم حواسش چهارگانه رو اینجا میشماره سم و بصر لمس ile شم بشر حکم شریفی ile olur کارگر هنوز از کتاب اثری پیدا نشد gökte و پرده حرکات سکون hep قدم ذات در رهنمون ذاتine در رهنمون hep قدم ذاتine در رهنمون شام و سحرden keyfdir her zaman şam و سحرden keyfdir her zaman خنگ سپهر içi bir
گستوان. دیگه ادامه داره. خب امروز در این برنامه 71 مهندسی جهل با کتاب جدیدی به زبان ترکی آشنا شدیم. اسم کتاب سر کلام بود. کتاب در 1111 شروع شده به نوشتن، 1112 کتاب تموم شده. 1 سال طول کشیده تقریبا. حالا ممکنه که مثلا یه چند ماه این ور اون ور باشه، اونا رو دیگه من چون ماهای عربی رو با ماهای فارسی و یا انگلیسی نمیتونم تطابق بدم، نمیتونم در بیارم که چه مقدار طول کشیده. ولی خب ایشون میگه که شعبان شروع کرده، ربیع هم تموم شده. این رو باید محاسبه کردید چند ماه این کتاب طول کشیده بنویسه. اسم نویسنده هم خاقانی هستش. کتاب به سبک شعری نوشته شده، با آنکه خطش تا الان با این خط آشنا نبودم، ولی یواش یواش داشت چشمم عادت میشد که دیگه وقت تمام شد. کاش واقعا فرصت بکنم روزی 4-5 ساعت یه چنین کتابی رو از دست نذارم و بتونم اون اوایل کتاب که خیلی سخت خوندن، چشم عادت بکنه به حرکت قلم برای نوشتن حروف و صداها، چشم عادت بکنه، مغز این رو بپذیره و بتونیم به عنوان سمبل و مثال در ذهن داشته باشه و هر جا شبیه اون رو دید سریع با مراجعه به اون قبلی بفهمه که این چی هست. خب یواش یواش آدم عادت میکنه. من در اواخر کتاب دیدم که خیلی یه مقدار راحتم. اوایل کتاب خیلی برام مشکل بود خوندن. البته کتاب هم عرض کردم یه مقدار خطش یه جوری که من نمیتونم بخونم، ولی به تدریج عادت کردم. به نظرم میومد که بهتر شد. به هر حال اینجا این برنامه رو تموم بکنیم. احتمالا خودم ادامه میدم اینجا در خارج از جلوی دوربین. روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم که برای بازگشت به خویشتن و برای درک آثار تمدنی مکتوب ترک ها خودمون بدون نیاز به دولت‌ها که دست نشانده کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول و قبل از اون هستن، استعمار و اشغال، کشورهای اشغالگر هستن، بتونیم خودمون برگردیم و آثار فکری، قلمی و احساسی خودمون رو، اختراع و اکتشافات خودمون رو که در کتاب‌های قدیمی دست‌نویس موجود هستش و احتمال دستکاری در اونها اگر از بین نبرده باشن، که هم در ایران و هم در ترکیه و هم در آذربایجان و هم در دیگر کشورهای ترک از جمله حتی در چین، اینها رو قطعاً از بین بردن. دشمنان ترک‌ها تلاش کردن بسیاری از این کتاب‌ها رو از بین ببرن، ولی این کتاب‌هایی که هنوز مونده و خوشبختانه PDF-ش الان در دست ماست، احتمالا درش دستکاری شده باشه، هم در دست ما یه چیزی هستش که بتونیم به آثار فکری و تمدنی مکتوب ترک ها که نماینگر و بازنمای آثار تمدنی مادی هستش. کتاب هم مادیه، اما کتاب بیشتر از اون که جنبه مادی داشته باشه، جنبه فکری و قلمی و فهم و اندیشه داره. برای همین من این رو آثار تمدنی مکتوب میگم و آثار تمدنی مادی میگم به قبلی ها، یعنی بقیه ساختمون ها و شهرها و رام کردن حیوانات و تولید کالا و سلاح و هر چیزی که لازم بوده، اینها جزو آثار شهرسازی و آب و درخت و اینجور چیزا، هر چیزی که مربوط به این بازار و دادستد و اینها، پول و ثروت و هر چیزی که بوده، اینها جزو آثار تمدن مادی حساب میکنم. من کتاب رو جزو آثار تمدن مادی هست، به خاطر اینکه کتابه، ولی بیشتر به خاطر اینکه کتاب یه کالا نیست، در اصل فکره، احساسه، یه تمدنی هستش که بقیه تمدن‌های مادی درش هست، اونها رو حمل میکنه. یعنی اگر تمامی تمدن‌های مادی رو از بین ببره دشمن‌ها، اگر ما میتونستیم تمامی کتاب‌ها رو حفظ بکنیم، میتونستیم اون تمدن‌هایی که از بین رفتن مادی رو بازسازی بکنیم یا بفهمیم چی بوده.
چون کتاب ها اونها رو با خودشون حمل میکنن در درون کلماتشون و جملاتشون. به هر حال روز خوبی رو برای